الله صفی‌الله روحانی هستم، مسئول شرکت روحانی. این است هینگ. اینی رو برادر اول دان تخم از زیر میاره از کو. هینگ گیاهی است که از پدر به ما میراث ماندگی است. یعنی میکنده است را کور میکنیم اینی تو ها. اینی کارتان میمون که باید گرمی نزنه. قدم اول باز 10 لگ افغانی شروع کردیم سرمایه گذاری را در این که است یک گیاهی است که با ساخت ساز ادویه استفاده میشه. این خواص زمین است که در چنگ زده نمیشه، در ابر زده نمیشه، در آسمان پاک زده میشه. یکی از به تمام ولایت‌های افغانستان قابل کشت است دیگه. به جایایی که نسبتا سرد نباشه گرم باشه خوب کشت میشه دیگه. یک گیاهی است که زحمت نداره، بسیار هم بلالمی میتونه کشت کنه، هم بوابی میشه کشت کرد. این گیاه مراقبت جدی نمیخواد به خاطر که گیاه خودش از خودی ادویه جور میشه. ایرا کدام مریضی چیزا هم نمیگیره. سال 3 ماه بوته ایز سبز میباشه، در این 3 ماه بوتهش که سبز سوداری و نگهداری خشاوه و بعضی کارا داره. 9 ماه دیگه در حالت استراحت است. سلام علیکم و رحمت الله. صفی‌الله روحانی هستم، مسئول شرکت روحانی. دیگه هینگ گیاهی است که از پدر به ما میراث ماندگی است. میراث یعنی مسلکی اینا که از پدر ما بودن دیگه. بعد از اون ما از اونا مفتیم. مدت 10 سال میشه که کار خودی ما میکنیم. 10 سال میشه خودی ما این کار میکنیم دیگه. فعلا دیگه ما در قدم اول باز 10 لگ افغانی شروع کردیم سرمایه گذاری را در این دیگه. بعد از اون عاید کردیم دیگه. فعلا راضی هستیم. عایدی 10 برابر و 15 برابر نسبت به سرمایه خود عاید کردیم دیگه. برآمد خود دارم. این که است یک گیاهی است که با ساخت ساز ادویه استفاده میشه. این را مردم میتونه تخمی رام بکاره یا نیالی را بکاره دیگه. به یک جریب زمین تخم بکاره 10,000 نیال بکاره. 10,000 نیال ضرورت است. اگر تخم بکاره
2 کیلو تخم نیاز است. دیگه یک گیاهی است که هر کسی کشت کنه مفید میکنه، خود برای ساخت سبزی ادویه استفاده میشه دیگه. ای است یینگ. اینی رو برادر اول دان تخم زیر میاره از کو. گیره 4 سال یا 5 سال ایر در زمین ایر پاش میته تا 4 سال 5 سال ایر نگهبانی میکنه. بعد از او برادر ای که کلان شد با زیر سر ازی میاره اینگور. اینگور که آورد برادر بلگ زیر میکنه، ایر بیخ زیر میکنه، ایر کنده زیر پاک میکنه. کنده زیر پاک کرد ایر باز خاک پاک میکنه. از خاک پاک که خلاص شد ایر باز ده بریش میره. باز ایر 13 15 16 بریش یور میکنه. هر پیره یک دفعه ایره بریش میکنه. اینی ساخت اینی تو سایکل که میره چی رقم بریش میکنم. خب این 15 دفعه یا 16 دفعه اینی تا شیر زیر جمع میکنه. اینی است شیر جمعگر شی. فهمیدی؟ این است شیر جمعگر. اینی است برینده. اینی تا قدازی بریش میکنه. اینی ساخت ایره بریش میکنه. اینی است دولک. دولک چی؟ دولکی که شیر جمع میکنه. این دولک شیر جمعگره. اینی رو دیگه ای ساخت پوت میکنه. فقط 17 دفعه یا 16 دفعه ایره بریش میکنه. هر کنده را 15 دفعه 16 دفعه ایره بریش میکنه. اینی سیستم کار داره. ای بسیار جنجال ازی زیاد است. این نیست که جنجال ازی کم باشه. جنجال ازی بیخی زیاد است. فیکس 4 ماه ایره کن میکنه، خاک پاک میکنه، دیگه ده بریش شروع میکنه. 4 ماه قدازی قطعی کار میکنه. اینی ازی که هست همون شیری که بله خاک میره دزی جمع میکنیم. اینی که شیری پاک است ایش رو دزی جمع میکنیم. یکی از به تمام ولایت‌های افغانستان قابل کشت است دیگه. به جایایی که نسبتاً سرد نباشه، گرم باشه خوب کشت میشه دیگه. تا بعضی جایایی مثل خوست، بعضی ولایت‌ها باران‌های فصلی داره که تا اون جایا توصیه نمیشه کشت نمیشه. باران‌های فصلی در ماه جوزا، سرطان این ماها باران داشته باشه نمیشه. فقط در ماه دیگه تمام ولایت‌ها قابل کشت است. یک گیاهی است که زحمت نداره، بسیار هم بلالمی میتونه کشت کنه، هم بابی میشه کشت. این گیاه مراقبت جدی نمیخواد، به خاطر که گیاه خودش از خودی ادویه جور میشه، ایرا کدام مریضی چیزا هم نمیگیره. بسیار یک مراقبت ساده نیاز داره. فقط اوداری میشه. در 1 سال 3 ماه بوته ایز سبز میباشه. در این 3 ماه بوتهش که سبز، سوداری و نگهداری خشاوا و بعضی کارا داره. 9 ماه دیگه در حالت استراحت است که برگا خشک میشه، کنده زیر زمین میمونه. بعد از ایش کدام مراقبت نمیخواد. 9 ماه هیچ مراقبت نمیخواد، فقط در 1 سال 3 ماه مراقبت. دیگه ما تخم بعد از مدت 4 سال به زمینای آبی به حاصل میرسه. به زمین للمی اگه بکاری بعد از 5 سال به حاصل میرسه. دیگه نیال 1 ساله و 2 ساله به بازار است. نیال 1 ساله بکاری بعد از 3 سال به آبی به ثمر میرسه. به للمه اگه کاشته شو بعد از 4 سال به ثمر میرسه. دیگه نیال 2 ساله هم متأثر نسبتا به نیال 2 ساله و 3 ساله هم که در بازار است. 1 ساله و تخم چی شوه بهتر است، به خاطر که اینا ریشه خود به زمین خود
یعنی میکنده است ایره کور میکنیم اینمی تو ها ایره نمی کارتان میمون که باید گرمی نزنه. اگر کارتان نباشه ایره گرمی، اگر سنگ باشه زیادتر گرمی میزنه. کارتان بهتر است. اگر بلگ خودش باشه از کارتان کده بهتر است. ما این تو کور میکنیم میره یعنی قدر بالا میمونیم تقریبا 10 سال بالا میمونیم که گرمی نزنه. اگر این پایین باشه باز اگر در کنده بچسبه گرمی میزنه ایره خراب میکنه. یعنی می کاری ماست. در یک جریب زمین 10,000 ریال کشت میشه. یک نفر مسلکی اوجا نیاز است. یک نفر مسلکی تقریبا 6,000 الی 7,000 کنده را شیره‌گیری میکنه. این نفر مسلکی بالاتر از 100 کیلو تا 150 کیلو را شیره‌گیری میکنه یک نفر. اگر 10 جریب زمین شیره‌گیری کنیم 10 نفر شیره‌گیری کنه یعنی تقریبا 1 تن این به دست میاد دیگه. خود ما فعلا بریم سال 20 نفر 25 نفر از شیره‌گیر داریم که یعنی شاید بالاتر از 2 تن 3 تن خود ما بچ کنیم. میره ما در بازار داخلی سودا میکنیم دیگه. نه از طرف دولت کدام چی نشده برای ما. فعلا بازار زم یک ذره بازارش خراب است، یعنی بازار نامناسب داره دیگه. از طرف دولت توجه نشده. از دولت خواهش می است که توجه شود به خاطر رشد این دیگه کوشش کنه به خاطر که گیاهی است که درآمد از تمام گیاهان دیگه داره دیگه. تا هنوز به ما صورت نگرفته. اگه سال گذشته قیمت ها بالا بوده. برای این سال 1 کیلو 1 کنده 3 نوع شیره میته. یکی دانه است، یکی سرکش، یکی شیره. دانه فعلا تا 11-12 هزار است با بازار فعلی دیگه. سرکش تا 8,000 7,000 الی 8,000 است. شیره هم 4,000 الی 5,000 افغانی است دیگه. بازارش نامناسب است. هر دقیقه تغییرات میشه، ارزان میشه یا قیمت میشه دیگه. یک ذره بازار نامناسب داره که از دولت میخواد توجه کنه به بازار. چون بله در بازار که است من تقلب زیاد میشه. این تقریبا از 20 رقم به بالاست. از 20 رقم به بالاست به نام نیزه، کمان و غیره یاد میشه که در کوهای ما و شما هم داره دیگه. فقط اصلی زینگ تاجیکی میباشه، ازبکی، ترکمنی، وطنی خود ما و شما. وطنی فعلا نیست. فعلا در بازار تاجیکی، ازبکی، ترکمنی 3 نوع که است. چی است؟ شیره سفید است، اصلی است دیگه. در بازار ازی بسیار مردم توجه کنه. اگر چیزی خریداری کنه از نیالزی از تخمزی به خاطر که از یک منبع صحیح خریداری کنه تا اینکه زحمت‌های شدر نره در بازار ازی تقلب است. او را نمیتونه مشتری تشخیص بده که این اصلی است یا بدل است. او را فقط از کسی که خریداری میکنه به تضمین خریداری کنه دیگه. شناسایی ازی بسیار تجربه بالا میخواد. تقریبا که 5-6 سال باید تجربه داشته باشی که تو شناسایی کنی. در اون صورت میتونه از کسی دریافت کنه یا از شرکت‌های دریافت کنه که اونا راجستر دولت باشه و اونا خیانت نتونه. از اونا بل ضمانت دریافت کنه. ضمانت بگیره که جنسش اصلی باشه. این خواص میشه که در چنگ زده نمیشه، در ابر زده نمیشه، در آسمان پاک زده میشه.
آسمان باید پاک باشه که شیرش همی تو خوب برای. اگر آسمان چنگ باشه، ابر باشه، این شیر خوب نمیبره. یعنی کاری ماست، ما همیشه یک کار کنیم چند سال میشه دیگه. نمی تقریبا 20 جریب زمین است. 20 جریب زمین است. یعنی اینجا ما 10 نفر هستیم کار میکنیم. 8 نفر هستیم 10 نفر هستیم میره کار میکنیم. این دمی سیستم کاری خود پیش میبریم. دیگه اربابای ما ماشاءالله مردمای خوب است. مردمای بد نیست. ما از راضی هستیم. خداوند از راضی باشه. فعلا مشکلات ما می است که بعد از تحولاتی که در افغانستان آمده بازارهای بیرونی مثل هندوستان دهلیز هوایی بند شد، مثل هندوستان سفارتخانه نبوده، گرویزه نبود. این مشکلات ها بوده دیگه. این مشکلات ها فعلا هم جریان داره. این افغانستان این در اصل چیزی است که هیچ وقت از بین رفتنی نیست، به هیچ وجه از بین نمیره، از بین رفتنی نیست. به خاطر بس به ادویه‌جات استفاده میشه دیگه، از بین رفتنی نیست. به خاطر که در چند کشور آسیا میشه دیگه مونودوا و ادویه‌جات به تمام جهان نیاز است. تا که انسان است خود ادویه مورد استفاده است دیگه، به او خاطر هیچ وقت از بین نمیره. یکی بگویه چه و از بین بره، این از بین رفتنی چیز نیست. وطنان عزیزی است که گیاه را وقتی که میخواین بکارن به سه چیز توجه کنه. یکی از یک منبع صحیح بگیره، جنس اصلی باشه. دوم دیگه از کسی بگیره که مسلکش هم کار باشه تا این با حاصل داره تا با حاصل رسیدن همکاری کنه. سوم ازی است که زیاد بکاره، به کم زی عاید نیست، درآمد نیست. اگر زیادی را بکاره، 1 لک نیال اقدام کنه یا 2 لک نیال دیگه تا اینکه با حاصلات برسه، فی دانه نیال همراه با خرج و مصارف و قیمت خودش به 10 افغانی تمام میشه و با 50 افغانی یک کنده حاصل رسیده رو ما خریداری میکنیم دیگه. در اون صورت فایده خوب به دست میاره، از بین هم نمیره. در این سرمایه گذاری به هیچ وجه از بین نمیره. هر کس بتونه در این وطن خدمت بکنه، اگر به اندازه خسیرام از بار و دوش وطن برداره دیگه، او یک خدمت است دیگه. ما شکرم چند نفری که پالوی ما کار میکنه، لقمانان حلال به دست میاره. ما از بسیار خوش هستیم، بسیار رویه میگیریم به خاطر که برادران میتونه لقمانان حلال به دست بیاره دیگه. ما به این کار خود افتخار میکنیم. تقریبا 20 نفر بریم سال. کسی که اگر بخواد این کشت کنه، خشخاش نکنه، این درآمد ازی چند برابر خشخاش است دیگه. او گرچه که آرام هم است و دیگه ضرری خود افغانستان هم است دیگه، چیزی است که پولش همون چی نیست. این 10 برابر زو عاید داره دیگه. اگر کسی جای خشخاش و این کشت کنه بسیار خوب میشه، به خاطر که درآمدش هم بالاست، هم رزق روزی حلال است، بازار آزاد داره. تخم که است از تاجیکستان و ازبکستان سالهای پیش می آمده که فعلا خود افغانستان همی تخم را به دست میاره دیگه. فعلا افغانستان مورد نیاز خودش تهیه میتونه. یعنی این که از 6-7 سال عمرش تیر شده تخم میته دیگه، با تخم را میگیری، نیال میکنیم، قریه میکنی، بعد از نیال زیر کشیده به زمین توخم میشنانی دیگه. اینا فعلا شکر خود افغانستان میتونه چی خود مورد نیاز خود از خود افغانستان تهیه کنه دیگه. سالهای قبل از تاجیکستان و ازبکستان میامد دیگه. این که است سالش تا 25 سال عمر داره. 25 سال چه رقم عمر داره، سالانه زایات خود داده میره. یعنی سرنخ اگر تو بخوای 10,000 نیال کشت کنی تا 21 سال سرنخش میمونه. یعنی از 10,000 نیال ممکن یک 500 دانه ای بانه تا 21 سال گیره. این بعد از گذشت 10 سال در بین اینا که است بعضیایشان تخم میده. تقریبا از همین 10,000 اگر تخم بگیریم یعنی 1,000 دانه زی تخم میده دیگه، متباقی شیره میده و سرنخ زی تا 21 سال هم میمونه. سالانه که شیرگیری شود زایات خود داره دیگه. سرنخ زی یعنی تا 21 سال عمر شده. برادر محترم چینل سرزمین ما خدمت میکنه دیگه، یک افتخار است برشان به خاطر که صدقه جاریه. یک درخت هم که بشانیم در سایه‌اش یک نفر بشینه و یک صدقه جاریه است دیگه. شما که زحمت میکشیم تا به جای میایین دیگه، ای را مردم میکارن. این بر شما افتخار است و برای ما افتخار است. هر جوان باید مسئولیت داشته باشه. ما از چینل سرزمین ما تشکر میکنم.